قهرمانی آسیایی به MMA نتیجه بهترین برای ورزشکاران تاجیک. درود دوستان. تاجیکستان 4 طلا 2 تا نقره در قهرمانی آسیایی به MMA. طلا قاسم سردارов، میرزابک عمرов طلا، بهرام حکیمов طلا، اتابک رجبov طلا. مدال های نقره بهروز خورشیدزاده نقره، منوچهر دولتов نقره. 2 تا جای دوم 4 تا جای یکم در قهرمانی آسیا اوید به MMA در خیتای. دوستان این در اول سال 2026 بهترین نتیجه برای تاجیکستان برای آسیای میانه، چون که تاجیکستان خیلی نتیجه های خوب نشان میده در اوید به MMA و امیدواریم که این ورزشکارای جوان در MMA حرفه‌ای پروفشنالی هم دست بالا شوند و در لیگ بهترین جهان در UFC شرطنامه بندند و قهرمان شوند. دوستان ورزشکاران رو تبریک کنید در کامنت ها و دعا کنید که آنها در آینده هم همیشه دست بالا باشند و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارند و گیمن تاجیکستان همیشه صدا تید در روی جهان. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید، این برای من خیلی مهم است، چون که اگر که شما ابونه شوید، کامنت نویسید، لایک مونید، این برای پیشروی کانال خیلی خوب است و من همیشه یک با قول انگلیسی موتیواسیا پیدا میکنم و به شما خبرهای خوش رو بیشتر میرسونم. یک بار دیگر در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان بود.